The king is back. من دیدم که کامیونیتی آنالوگ هارر فارسی اصلا وجود نداره. تقریبا وجود نداره یه همچین چیزی. پس وظیفه خودم دونستم که ویدیو بذارم و بیایم برای آنالوگ هارر دورز تا جایی که میدونم یکی از کریپی ترین آنالوگ هارراییه که میتونی ببینی، به خصوص اگر میخوای شروع کنی که آنالوگ هارر ببینی. پس اگر خواستی که بدون حضور من آنالوگ هارر رو ببینی، من لینکشو براتون تو دیسکریپشن میذارم. چرا این کارو میکنم؟ چون ارزششو داره که بخوای تنهایی ببینیش. به هر حال من اینجام که اگر ترسی در دلت افتاد، من اینجام که نگذارم این ترس در دلت بیفته. خلاصه که راستی ویدیوی مگالوفوبیا پربازی ترین ویدیوی چنل شد. پس یه ویدیوی فوبیای دیگه هم قراره بسازم. بدوشیم دیگه، نه؟ خب ببینیم آنالوگ هارر دورز چجوریه. من فکر کنم قبلا یه سری صحنه ها ازش دیدم ولی خود آنالوگ هارر رو ندیدم. HSTV Turn off the lights now. همین الان چراغا رو خاموش کن. Put the headphones now. هدفوناتون رو بذارین. من گذاشتم. فاک از اونایی که میاد تو دنیا واقعی. How many doors are in your house? چند تا در توی خونتونه؟ اوکی. قرار از اینا باشه. وایسا من برم ببندم همه جوری. لاستر. هوا خیلی گرمه، با این حال من رفتم پرده ها رو کشیدم و پنجره رو بستم. آنالوگ هارر مهمتره. ببین آنالوگ هارر مهم، شما مهمتری. خب ببینیم چه خبره. باید فیسم هنوز فکر نکردم. بشمر درهای خونه تو. چقدر یهویی. وایسا 4 تا 5 تا در واقع ما میگیم 5 تا 6 تا بابا. 5 تا اوکی. او اینا رم. اوه 7 8 داده. اوکی. صبر کن دیوونه. اوکی. فهمیدم این از کدوم ساعت چرا کریپیه. ما میخوایم ما یه در اضافه کردیم. 9 تا. این همون دره. creepy thing. پس این دریه که اضافه کردین کجا هست؟ در کجاست؟ خب بریم بیام ببینمتون دم در بده. سعی نکن پیداش کنی. ببخشید من عذر میخوام. من عذرخواهی میکنم. اگه سعی کنی زیاد بگردی احتمالا خونت آن فرم به نظر میاد، یعنی به هم ریخته به نظر میاد، ناجور به نظر میاد، همچین چیزی. شیپش مثلا یه جوری خرابه، انگار ماشروم زده باشی مثلا. نمیدونم چجوری بگم. خیلی راحته که گمشی. لعنت سرویس. باک جاناتان تکنیکلی چی شد؟ بله سعی نکن در رو پیدا کنی. جاناتان رفت دنبال در. تو جاناتانی؟ جاناتان در رو پیدا نکرد. جاناتان گم شد. اوکی. خدای من پیدا کرد در رو. پیداش کرد. این همون در است. بی خیال. فاک. یه چیزی داره در رو باز سعی میکنه که باز کن. صحنه‌ای که دیدیم و بذار تحلیلش کن. تحلیل که براتون بگم دقیقاً چی شد.
درو چفت کرد که هر چیزی که سعی داره بازش کنه نتونه و چیزی که پشت در بود متوجه حضور تو شد و ما دیگه خونه ما هم عد کردن دیگه. دهنت سرویس. ولی خوبه چفت کرد. باز نکن. خب من این همون کاراکتر خنگه توی فیلمه. البته در رو پیدا کردی که بری توش قاعدتا، پس ایرادی نداره. چه صدایی کار شده. واک جاناتان بود. دهنت سرویس. این نتونستم بخونم، سری پیشم اومد. احتمالاً اسم این دختر است. آره در رو پیدا کرد. سعی نکن در رو پیدا کنی. اون قراره پیدات کنه. اون پیدات خواهد کرد. اون اینجاست. چه صدایی کار شده روش. در تکون میخوره. دار باز می. ای وای نه. چقدر کریپیه این. کمک. جامپ اسکر نه دیگه. ببین جامپ اسکر نه. خوبی؟ چه دندونای قشنگی داری. میدونستی صورت هر کس با لبخند خوشگل ولش کن. میتونی سعی کنی فرار کنی. از شما بانو من غلط بکنم. فاک. میتونست خیلی بدتر باشه. وارنینگ فلش چرا نزد اول؟ اینجا یه عالمه دره. دورز و تمام. created by Android زیبا بود. ولی ما یه دورز 2 داریم عزیزم. اینو اون گوشه دیده بودم ساجستم شد. به هر حال بهتر. بریم برای دورز 2. من پارت 2 رو دیدم. الان که دارم اینو ضبط میکنم و یه شاهکار دیدم. ویدیو 15 تا کامنت بگیره ویدیوی بعدی میاد. پس خودتون میدونین ناکتورنالا. هپی هانتینگ.